دادگاه عالی تاجیکستان روز 22 نوامبر سال 2022 پنج لیدر غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان را به حبس عمر برد و با چند زاده این ولایت مختار را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. مقامات در این باره یگان اطلاع رسمی ندادند. این خبر را شام 22 نوامبر با تکیه به منابع خود ژورنالیست انوره سرکارова که اساساً رویدادهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند نشر کرد. بنا به اطلاع سرکارova طالب ایونبکوف، نجم الدین شیرجانوف، امام نظر شوی شیرینوف، منور شنبی و نیوشا گلابوف حکم ابد گرفتند. هنوز معلوم نیست که دادگاه با چه جرم‌هایی به آنها چنین حکم داده است، ولی بعد بازداشت ایونبکوف، شنبی و گلابوف در ماه ایون ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داده بود که از آنها و افرادشان مقدار زیاد اسلحه و تقریبا 200 کیلو مواد مخدر پیدا کردند. گفته میشد که طالب ایونبکوف همچون لیدر غیر رسمی محله خلیبزاد، منور شنبیف محله تیرچید و نیوشا گلابوف محله بزمش را نظارت میکردند. امام نظر شوی شیرینوف لیدر غیر رسمی محله گولکن به شمار میرفت. همه آنها روز 11 ایون سال جاری در جریان عملیات ویژه برای بازداشت لیدرهای غیر رسمی بدخشان دستگیر شدند. بنا به اطلاع انوره سرکارova، همزمان مرادوف راننده سابق طالب ایونبکوف و دو برادرش عاقل و انویچا ایونبکوف هر سه به 30 سال زندان و جن لیدر غیر رسمی خلیبزاد محمد امان ایونبکوف به 10 سال زندان محکوم شده است. این در حالی است که عاقل ایونبکوف و حمزه مرادوف از سال 2012 در محبس قرار دارند. در سال 2013 آنها را با جرم کشتن جنرال عبدالله نظروف متناسباً به 17 و 16 سال زندان محکوم کردند. اکنون به حکم عاقل ایونبکوف با 13 سال و به حکم حمزه مرادوف 14 سال دیگر اضافه کردند. بنا به اطلاع سرکارova، تفتیشات و مرافعه دادگاهی این زادگان بدخشان با صورت بسته و بدون حضور ادوکات صورت گرفته است. محکوم شدگان در هیچ کدام از اتهامات بر ضدشان اعلان شده خود را گناهکار اعتراف نکردند. می نویسد انوره سرکارova. یادآور می شویم ماه آگوست سال 2022 دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان دو پسر طالب ایونبکوف را نیز محکوم به زندان کرد. غلامعلی عبدالرحمانوف به حبس عمر برد و حسن علی عبدالرحمانوف به 12 سال زندان محکوم شدند. جنرال عبدالله نظروف سردار وقت ریاست ولایتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان 17 ایول سال 2012 در کنار خوروغ کشته شد. محض کشتن او سبب نخستین عملیات حربی در خوروغ شد که 24 ایول سال 2012 با طلب به مقامات سپردن افراد گناهکار در قتل عبدالله نظروف آغاز یافته، از هر دو طرف دعوا کشته به جا گذاشت. در نتیجه مذاکرات طالب ایونبکوف آن وقت برادرش عاقل ایونبکوف و راننده‌اش حمزه مرادوف را به مقامات سپرد و آنها را بعدا با جرم دست داشتن در قتل جنرال نظروف متناسباً به 17 و 16 سال زندان محکوم کردند. ماه می سال 2022 مقامات با استفاده از نیرو موج نو اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان را سرکوب کردند. بنا به اطلاع دریافتی در جریان سرکوب اعتراضها بیش از 40 نفر از جمله 3 لیدر غیر رسمی این منطقه محمد باقروف، خرسن مزارو و زوی رجبوف کشته شده. حدود 200 کس دیگر از جمله 9 لیدر باقی مانده بدخشان دستگیر شدند.